به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود و سلام همدیاران عزیز و گرامی قدر. با شما هستم شرفدین گدویف. این برنامه تحلیل باید گفت است و حالا ما شروع میکنیم از چند مسئله هایی که در این هفته بودن. البته یکی از مسئله هایی که در تمام رسانه های جهان انعکاس یافت و در تمام رسانه های جهان چاپ شد و چی در عربی چی در غرب و چندین ژورنالیست ها توجه به تاجیکستان کردند، این هم باشد شکستن جاغ یک وزیری تندرستی که از جانب جیان های پرزیدنت راه اندازی کرده شد به سبب نادرست توبت کردن مادرشون از جانب طبیب. البته اون چیزی که اون شب و روزی که مادری خواهرزاده پرزیدنت از دنیا میگذرد، در اون بیمارخانه یک استادیوم فوتبال بود و این وزیر رو همچنان میزدند که این وزیر یک پسری معیوب داشته است در خانه، پسری 17-18 ساله داشته است، معیوب بود، از راه رفتن نمیتونست است، فقط میگفت است که به خاطر همون پسرم مرا نکشید. یعنی من در خانه پسری معیوب دارم، بسیار وای میکرد، تولد میکرد از جیانهای رحمانوف که مرا نکشید چون در خانه پسری معیوب دارم. یعنی این سر و صداهایی بود که در داخل و اون طبیبی که به واسطه خواهرزاده پرزیدنت رو توبت میکرد، اون رو به چنان زدن که اون دیگر از این جاغ این شکسته باشد، اونم به فکرم تمام جا شکسته باشد، چون خیلی اون را زیاد زدن و تمام آنهایی که در اونجا با توبت مادر خواهر پرزیدنت مشغول بودن، این همه در اونجا فوتبال شده بود. اینش میدود که اینا میزند، اونش میدود که این میزند، 3-4 نفره همون استویکایی که برای وای ماندگی هستند به همون این وزیر را به چنان زدن که این وزیر به شکم میرفت. در اونجا فوتبال می آمدن در شکمش میزدن. این وزیر نبود در اونجا، یک نفری بود که گویا که یک نفری عادی باشد، یک وزیری حکومت. من آزا در این باره خیلی تفسیرهای خوب برادر محمد اقبال دادم که خیلی سخنهای خوب کردن. من در اینجا چی گفتنی هستم؟ ببینید، این یک پیام خوب به تمام وزیرها، تمام آنهایی که در راستای این حکومت هستید و از این حکومت پشتیبانی میکنید و خودتون را وزیر این حکومت میدانید. ببینید یک وزیر چقدر قدر و قیمت دارد. یک جیانی خلمینی، یک جیانی که نمیدونم به خاطری که تقایش پرزیدنت هست میاد اعضای حکومت را، وزیر یک کشور را لطکوب میکنه، جاغش را میشکند. حالا که این وزیر آمده است در این شب و روز در پهلوی این خانواده به خاطر همون خواهر پرزیدنت بودنش آمده است، در پهلوی اینا بوده است، تمام دکتران بهترین، پالاتای بهترین، شرایطهای بهترین را برای خواهر پرزیدنت انجام دادند. اما این دیگر نصیب و تقدیر است و مرگ است و این کرونا هم که آمده است و تمام تاجیکستان رو امروز 5 شده است و روزی نیست در تاجیکستان که در یک رایون از 50-60 نفر زیاد از کرونا نمرد. یعنی این همه بدبختی رو همین پرزیدنت، همین تقوایشان به سری مردم و ملت آورده است. همین بدبختی که امروز از بدبختی، از نمیدونم حسی خوشگذرانی اینها، حسی نگه داشتن قدرت اینها، 50-60 نفر مادران مردم، برادران، فرزندان مردم از این بیماری میگذرند. این مردم واقعا باید کنار کشتل کی را بگیرن؟ کشتل رحمانوف را باید این مردم بگیرن. وقتی که شما کشتل یک وزیر را میگیرید و قصد آن را میخواهید که از وزیر بگیرید و بهترین طبیب ها را هم که وزیر برای مادر شما گذاشته بود
خودش هم آمده بود که در پهلوی شما در وقت در خدمت شما بود که مادر شما توبت بیاورد، ولی شما گرفتید این وزیر را جاغش را شکستید. حالا هم وزیر جنایتکار چندین جنایت ها صادر کرده ایستاده است در پهلوی رژیم رحمان. این گپی علاهیده است که وزیر هم در جنایت های رحمان شریک است، چون وزیر هم دارد در پهلوی رحمان آن جنایت های رحمان را روی پوش میکنند. اینجا وزیر آمده بود در خدمت شما، اما این رو گرفتن جاغش رو شکستن، لط و کوب کردن. یعنی برای خانواده رحمانوف تو فرق ندارد، تو وزیری کبیری هر کسی که هستی تو را زیر لط و کوب قرار میگیره. انا همین خود رمضان رحیمزاده چقدر حقارت و دشنامه و تحقیرها از جانب انا همین خانواده میشنود. خود انا همین یتیموف چندین مراتبه رستم امالی آمده یتیموف رو شتقتی درش زدگی است، حقارت های بد کردگی است، تحقیرش کردگی است، بشپلاق در روی یتیموف زدگی است. انا همین رستم حالا با انا همین حال، انا همین وزیرها، انا همین کابینه حکومت شما خودتون رو غلام نمیدونید. شما اگر که گرچنده که نامی وزیری داشته باشین، شما غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلامی خانواده رحمانوف هستید. دیگر شما نگوید که من وزیر هستم، من گنرال هستم فلان. یک جیانی خلمینی رحمانوف رتبه گنرالی خطره در همین یک جوش زدگیه، وزیر بدنی تره در همین یک جوش زدگیه. تو برای جیانی رحمانوف، برای رحمانوف غلامی وزیر نیستی. تو یک آدمی نمیدونم محبوبی مردم نیستی، تو یک خدمتگاری نه مردم نیستی، تو خدمتگاری انا همین خانواده از جانب انا همین خانواده تر میان لط و کوب میکنن، تأخیر میکنن. تو هیچ کس نیستی در حکومت رحمانوف. اگر تو در یک حکومت قانونمند، در یک حکومت قانونمند وزیر میشدی، آبرو عزت داشتی، احترام داشتی. تو در یک حکومت قانونمند گنرال میشدی، تو گنرال چی بودی؟ آبرومند بودی. تو به خاطری که در یک حکومت جنایتکاری اوباش خانواده رحمانوف کار و فعالیت میکنی، تو یک چی هستی؟ برای جنی رحمانوف تو یک هیچ کسی میاد جاغتا میشکند، میاد لط و کوبتا میکند، چیزی درباره‌اش گفتن نمیتونی. این است، این درس بود که برای تمامی اعضایان حکومت. دیگر با وزیری تو فخر نکنید، نگه من معاون وزیرم، من وزیرم، من فلانیم. تو هیچ کی یک سگی بهبه شما، یک جیانی خلمینی گوهالوی رحمانوف میاد شما را میزند، جاغتون میشکند، کلیک میشکند، هیچ چیز گفتن نمیتونی. یک رئیس جمهور که زیر تابعش در یک کشور قانونمند از جانب اگر فرزندشم تحقیر شود، این چیکار میکند؟ به جوابگری جنایتی کشیده میشود، چون اعضای حکومت است. یک حکومت آبرو و اعتبار دارد. اگر این حکومت آبرو و اعتبار نداشته باشد، اگر وزیر این حکومت از جانب یک جیان، از یک شهروند عادی، یک شهروند عادی هستن، این جنی رحمان یگام اعضای حکومت نیست، یگام آدمی آبرومند نیست، یگام نفری نیست. حتی پرزیدنت حقی لط و کوب کردن وزیر خودش ندارد. هیچ کس حقی لط و کوب کردن یک انسان دیگر را ندارد. در کدام اساس، در کدام اساس قانون این جیانهای رحمانوف دست به این کار میزند؟ واقعا یک جنایتکاران اساسی و واقعی در داخل کشور ما قرار دارد. انسانهای بسیار جنایتکار و خیانتکار و انسانهایی که در ملت تاجیک تا امروز جنایت و خیانت کرده‌اند، یعنی اینها هستند. یوسف رحمان چند روز است که میآید در آلمان است و از کشور آلمان درخواست کرده است که نفرانی که تحت پایگردی اینترپول قرار دارند و در تاجیکستان پرونده جنایتی دارند، به مثل رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری، شمس‌الدین سعید اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 و دیگر اشخاصی که آمدن در آلمان، همچون این در این کشور پناهنده سیاسی
کار و فعالیت کرده میکنند آمده است امروز پرونده نسبتشان باز کرده است در تاجیکستان آمده است با پروکورورهای این کشور گفت و شنید دارد که این جنایتکار هستند و این جنایتکارها را به ما بدهید. ببینید شما وقتی که وزیر تندرستیتون را میزنید جاغش را میشکنید نمیدونم فرزندان شما آدم میکشند فرزندان شما دخترها را تجاوز میکنند فرزندان شما جنایت های بدترین صادر میکنند که در تمام رسانه های جهان پهن میشود و شما میید شخصیت های را که این کشورها سنجیدن دیدن میدانند که این کشور اینها جنایتکار نیستند اینها به خاطر عقیده های سیاسیشان در این کشورها آمدند و از اینها طلب میکنید که این نفرها را برگردونید در تاجیکستان که ما با دادگاه عادلانه رژیم رحمانوف اینها را به دادگاه کشیم. یعنی امروز یوسف رحمان در واقعا این یک خواب است برای یوسف رحمان این یک آرزوهای شیرین است این یک رفتن و گفتند که آخر ما رفتیم با آلمان صحبت کردیم انا حالا امروز یا فردا باید که آلمانیا گروه های مخالفین را به تاجیکستان استرداد کنند. مطمئن باشید یک نفر گروه مخالفین را از اروپا رحمان را با تمام قدرتش میلیاردها دلار بدهد و یک مخالفین میلیاردها دلار عوض نمیکنند چون پرینسپی حقوقی و قانونی در این کشورها در مد اول است نه یک جیان رحمانوف در مد اول است نه جیان رحمانوف جاغ وزیر رو میشند همه گل است همه خوب است جیانهای رحمانوف جاغ وزیر رو میشکند همه گل است همه خوب است نه هیچ مشکل نیست این یک خوب است که از جانب یوسف رحمانوف آرزو دارد که انا همین مخالفین را به تاجیکستان برگرداند. این یک مسئله. یک مسئله دیگر که یک دروغ بسیار بزرگی که در رسانه ها چند روز برآمد و گویا که حکومت تاجیکستان 230,000 ارمیای خودش را به مشق های مرز 2021 یک مشق نظامی گذراندند که آماده باشی برای حمله ها. در تاجیکستان همگی تمام ارمیا وزارت کارهای داخله امنیت تمامش جمع کنیم این 62,000 ارمیا هست 62,000 کارمند دارند قطعی افسر و عسکر و همین گروه های نظامیشون چخیل از 62,000 230,000 شما ارمیا اعلام کرده انا همینش جالب است که یعنی این قدر دروغ حتی در دل خواجا شما میاید دروغ میگید مگر خود با طالب ها شما امروز گفت و شنید نداره یعنی این 230,000 به خاطر کی بود به خاطر مردمی خودتان رو دل دادن که ها ما 230,000 ارمیا داریم ما که آرام باشید و دیگر هیچ مشکل نمیشود همین یک رحمانوف این قدر دروغ گفتگی هستند که دیگر گپی راست حقیقت را هم نمیگن فقط از یک خودشان بزرگ از چیز بودگی بزرگ رو نشان میدن همگی در تاجیکستان از 60 تا 62,000 ارمیا دارد تاجیکستان قطعی انا همین وزارت کارهای داخله شو KGB شو NVD شو الفا پالفا همه گو بلو بترش قطعی 62,000 همین نشان دادن که 230,000 ارمیا داریم دروغه خیتوی 1.5 میلیون ارمیا داره خیتوی اگه یک تاجیکستانی کوچک 230,000 ارمیا داشته همین قدر یک گپ دروغ و فریب نیرنگ چی در کاره فقط حکومت رحمانوف اینفورماسیون دروغ دادن عادت کردگی هستند یک چیزی مای داره میگیرن کلام برای مردم نشان میدن فقط دروغ و فریب نیرنگ در کارهای ایناش است. یک گپ دیگر هم که در اینجا در نشست مطبوعاتی این هفته گپ زدن وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اصلیدین در اینجا گفت که ما با حکومت مرکزی افغانستان رو رسما میشناسیم و با طالبان هیچ دود و گریفت نداریم
اگر شما با طالبان هیچ دادگیری نداشته باشید، چرا در مرز تاجیکستان دادگیری های اقتصادی صورت میگیرد تا حاضر؟ افغانستان چیکار میکنن؟ مبارزه میبرن، جنگ میکنن، آدم میکشن. یعنی در هر جایی که آدم کشی است و در هر جایی چی است، این رحمانوف در اموجه دست دارد. این نشانه هست که رحمانوف خودش یک تحریک دهنده گروه های تروریستی است.